سیمای مستقل یکم تاک شو روبرو انتخابی کسب انتخابی آینده یا خود جوانان از روی کدام معیار کسب انتخاب میکنند. السلام علیکم بینندگان عزیز تلویزیون سیمای مستقل یکم تاک شوی جوانان روبرو منظوری شما است. ما در برنامه این برنامه 63 برنامه روبرو است. ما سال 2018 در برنامه 23 روبرو در مورد انتخاب کسب از روی کدام معیار صورت میگیرد مستقل یا مجبوری بحث کرده بودیم و وعده داده بودیم که سر این موضوع باز هم برمیگردیم. خب امروز از این موضوع رو از پهلوی دیگر ما بحث میکنیم، حرف میزنیم. آینده ما البته که از انتخاب امروزه ما وابسته است. امروز در برنامه دانشجویان فاکولته فیلولوژی تاجیک و همچنین دانشجویان فاکولته زبانهای شرقی مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов اشتراک میکنند و در منبر بحث قرار دارند. مخریدین توراєв و همچنین شمشاد میرزایف. خوش آمدید جوانان عزیز، شما رو نیز خوش آمدید میگویم. همچنین کارشناسی میکنند، فکر جوانان رو تحلیل میکنند. کارشناسی همیشگی ما، چهره که شما خیلی خوب میشناسید، استاد مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان، پروفسور همین دانشگاه صمد بولتیف. استاد خوش آمدید. به نزدیکی چند روز قبل در دانشگاه دولتی خوجند روزی درهای گشاد باز شد. این در همه دانشگاه ها شده ایستاده است، زیرا که حالا موردی جلبی طالب علمان به دانشگاه ها هست. از این لحاظ از همان جلسه گوییم که از همان چاره‌بینی یک گزارش هم کنیم آماده کردن باید قبلا آن را شاهد میشیم که وابسته به همین موضوع است. بعدا بحث را ادامه میدیم. مرحمت. روزی درهای گشاد در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов دایر شد. در آن رکتور دانشگاه جمشید جیره‌زاده، عالمان و استادان، دانشجویان و ختم کنندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی اشتراک داشتند. هدف چاره‌بینی این شناس شدن داوطلبان مؤسسه های عالی با دستاوردهای دانشگاه بود. برنامه فرهنگی برای رنگین ساختن این چاره‌بینی برگزار شد. جیره‌زاده جمشید، رکتور دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov مهمانان را شادباش گفته از تاریخ دانشگاه یادآور شد. موصوف از دستاورد و پیشروی‌های دانشگاه همچنین نظام کردیتی و اسلوب تعلیم حرف زد. به یگان شبهه میتوانید دانشگاه دولتی خوجند را انتخاب کنید. برای چی؟ برای اینکه یکم در دانشگاه ما بهترین متخصصان، آموزگاران و متخصصان در حقیقت دانشمند سبق می‌آموزند. اند خود قضاوت کنیم. 50% عالمان آموزگاران ما این آموزگاران صاحب عنوان هستند که در تاجیکستان این یکی از بهترین نشان دهنده میباشد. در روزی درهای گشاد 18 فاکولته دانشگاه دستاوردهای علمی خود را به نمایش گذاشتند. ختم کنندگان امساله مکتب‌های شهر از نزدیک شرط و شرایط دانشگاه را دیده برای خود نتیجه برداری نمودند. دستاوردهای دانشگاه دولتی خوجند شناس شدیم و ما پسند آمد. می‌خواهیم در آینده خواندن خود را در همین دانشگاه دوام دهیم، با بهای خوب و اعلی ختم کنیم. داوطلبان به درس‌های دانشجویان اشتراک نموده طرز درس‌گذاری استادان دانشگاه را با میل تام تماشا نموده برای خود تصمیم‌های مهمی این بعد را می‌گرفتند. برگزاری روزی درهای گشاد در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov برای جلب بیشتر داوطلبان به دانشگاه و آگاه ساختن مؤسسه‌های میانه از شرط و شرایط و دستاوردهای نادر دانشگاه می باشد. این گونه واخوری‌ها همه ساله قبل از امتحان داخلشوی مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در تمام مؤسسه‌های عالی گذرانیده می شود. خب تشکر زیاد برای توجه. من فکر میکنم که یک گزارش مفصل از چاره‌بینی آمادگی به قبول داوطلبان در دانشگاه دولتی خوجند بود که ما گفتیم در بالا ذکر کردم که در همه مؤسسه‌های عالی همین گونه صورت میگیرد و این هم وابسته به موضوع امروزه ما هست داخل دارد. و سوال اولین من به قهرمان‌های برنامه چنین است: انتخاب کسب از روی کدام معیار صورت میگیرد؟ مبلغ، برکات، شهرت، منفعت یا چیزی دیگر؟ خود شما میتوانید که از زندگی خودتان حرف زنید. خب شمشاد مخریدین، مرحبا. خب سر اول سلام خود رو به کلی تماشابینان تلویزیون سیمای مستقل یکم میرسونم، علل خصوص برنامه روبرو. خب از شما میندار هستم که به این برنامه دعوت نمودید و من فکر میکنم که برای انتخاب کردن کسب در همون
که امروزه حیات پیش اگر دو چیز سبب میشد، یکی شفق خود اون نفر و دیگر والدان، امروز سیوم چیز میگم یا سیوم اگر نفرم گیم خطا نمیشد، مرکزی ملی تستی یک واسطه است که این هم با انتخاب کردن کسب آینده جوانان تا اندازه تاثیر میرساند. به کدام خاطر گفتم؟ من پیش از این برنامه خواستم با یک چند نفر صحبت کنم، تقریبا 17 نفر هم صحبت شدم. 10 نفر آنها ابراز داشتند که میخواستند ترجمان شوند، میخواستند مثال اختصاصی شوند، لیکن با همین انتخاب مرکزی تستی با اختصاصی گوناگون افتیدند. این یکی از سبباش. و دیگرش میخواست مثال گیم وینی حربی با، لیکن عصبی یک پسر بودنش، پسر یگانه بودنش، والدانش راضی نشدند و سببهای زیاد. من فکر میکنم که امروز سه عامل هست که برای انتخاب کردن کسب برای جوانان تاثیرگذار است. یکم والدان، دوم مرکزی تستی و سوم شفق جوانان. فهمو شمشاد، اما در مرکزی ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اونجا مثلا کلاسرها هست و وابسته به کلاسرها 12 13 اختصاص یا فنها هست و هنگام انتخاب هم البته این از شخص نیز وابسته است که کدام کلاس رو انتخاب میکنه، یعنی که فنهای جمعیتی رو انتخاب میکنه یا اینکه بیشتر گومینیتری رو یا اینکه دقیق رو. اینجا مثلا چی اندیشه دارید شما؟ اندیشه من فکر میکنم که برای انتخاب کردن کلاستر مبلغ هم رول می‌بازد. به خاطر که مثلا وقتی که وای شرایطی اولیش مثلا گیم اگر مبلغی پرداخت اون دگاور دانشگاه نتونه شرطنامه دانشگاه نداشته باشد و نمیتونه مثلا اختصاص، یعنی اینجا مبلغ چیزی دیگر که تاثیر میگذارند مبلغ است هنگام انتخاب کسب. فهمو مخلدین چی میگید؟ البته پیش از همه سلام علیکم میگم برای خوشواس. سلام. هنر یا اینکه کسب بهترین گنجینه و گره‌گشای همه مشکلات انسان به شمار می رود و در جامعه امروزه هر یک جوانان باید بدانند که آینده را برای آینده نیک سزاوار شدن و انتخاب درستی کسب که آینده نیک را پیش بینی می کنند متخصصان را در جاده علم، در جاده پیشرفت کار نیروی تازه می بخشد و زندگی خوش و شیرین و کامیابی های بی‌نظیر آورده می رساند. خب تشکر. مخلدین، شما گویم که در فاکولته فیلولوژی تاجیک تحصیل میکنید. هنگام انتخاب شما کدام معیارها رو بین برگرفته ماس فیلولوژی تاجیک رو انتخاب کردید؟ البته از خردی من و شعر و شاعری شوق زیاد داشتم و طریق کوته پرزیدنتی سال 2017 به مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند فاکولته فیلولوژی تاجیک بخش زبان ادبیات تاجیک داخل گشتم. فهمو، یعنی از روی شب. از روی شب. فهمو. باشد. خب جوانانی که امروز برای دستگیری آمدن چی فکر دارید؟ ما گفتیم که کسب از روی کدام معیار است؟ ارزش رو برای چی گذاشتن ما کسب انتخاب میکنیم؟ خود شما. من نرگس. قبلا گفتنی هستم که وقتی که ما کسب رو انتخاب میکنیم پیش از همه یک ایدئال خود رو پیدا میکنیم و به همان ایدئال ما تقلید میکنیم. وقتی مثلا ما کسب آموزگاری را انتخاب میکنیم البته یک ایدئال آموزگاری هست که ما او را دوست میداریم و میخوایم به مانند او آموزگار باشیم، یا اینکه اگر دیگر کسب را هم انتخاب کردنی باشیم یک ایدئال پیدا میکنیم و سپس میخوایم مانند او چون این آموزگار یا اینکه گیریم ژورنالیست یا دیگر کسب ها رو انتخاب کنیم. و من فکر میکنم که کسب از روی پیش از همه از روی شوق، وقتی ما میگوییم که شوقی من نسبت همین کسب زیاد است و میخوام کسبی مثلا آموزگار رو انتخاب کنم و فکر میکنم یگان والدان نیستند که به شوق و رغبتی فرزند خود بی‌طرف باشند و آن را گویند که نه تو این کسب رو انتخاب نمیکنی. پیش از همه شوق و رغبتی ما در جای اول می ایستد. فهمم. تشکر. رستم جان. ولی امروز جوانان ما من فکر دارم که از روی شوق و رغبت آنقدر کسب انتخاب نمیکنند، چون اکثریت با جوانان هم صحبت میشه میگویند من دکتر میشوم، ملیسه میشوم یا کروپسیا میشوم، دیگر کسب های انتخاب میکنند که آنها به خود به همه چی رسیدن نمیتوانند، ولی از روی مبلغ گذاری ها میگن ما مبلغ کار میکنیم. امروز من فکر میکنم قریب که اکثریت 50% جوانان ما جوانان برای انتخاب کردن کسب راهی پول کار کردن رو میجوییم، نه راهی آینده در آینده پول کار کردن میخوایم، نه کسبی که دوست داشته. چون کسبی دوست داشته خود رو انتخاب میکنیم اکثریت جوانانی که هستن بیکار دیپلمشون گرفتن همه در زیر صندوق است، به روسیه به مهاجرت میرن چون جای کار نیست. امروز دکتر هست، استوماتولوگ هست، ملیسه هست، کار میکنن، پول کار میکنن.
اکثریت جوانان ما از روی برای پول یافتن کسب انتخاب میکنیم. فهمم. ارزش مبلغ است. خب این فکر شما است. تشکر. دلیر یعنی خب مرحمت فرهناز چی گفتنی میده؟ من نیز اندیشه دارم که بیشتر جوانان امروزه از روی دو معیار کسب انتخاب میکنند. یکم این همان مبلغ و شهرت. مبلغ در کدام حالت؟ مبلغ در آن حالته که اگر آنها چطوری که شمشاد گفتن به دانشگاه که داخل شدن شرطنامه انمان کسب رو سپرده میتوانند یا نه. بعدا از کدام لحاظ شهرت؟ بیشتر جوانان مشاهده کردم که انمان کلاستری که میگیم کلاستری چهارم رو انتخاب میکنن. از کدام یا پنجم؟ از کدام خاطر؟ آنها میخواهند که در آینده همچون در مقامات های قدرتی نظام های مقامات های قدرتی کار فعالیت برند و شهرت یابند. البته این به فکر من این خطاست. تا اندازه برای شهرت یار شدن ذوق خود را به اینابند نمیگیرم. برای گوییم که در مقامات قدرتی کار کردن کلاستری 4 و 5 رو همین کلاستر رو باید خوانید. اصلا کلاستر 4 تخمینا و کلاستر 5 باشد به نمان و گوییم که سر دختر. فهمم. ببینید. فهمم. خب تشکر. اینجونیم. ادامه منطقی فرهناز به گفتنی هستم که مثلا دختری گفتن این چیز در مفکوره ما چنین جا شده است که مثلا وقتی که دخترک نیست کلان شد خانواده‌اش میگن که تو دکتر شو. وقتی که تو و دکتر شوی اگر عائله شوهرت را کار نماندم در خانه‌اش دکتریت میکنی. یعنی همین چیز مفکوره به جوانانی ما به دخترانی ما زیادتر وای شده است که وقتی که همین هر سالی که داوطلبان و خود را سپاریدنی میشوند حتما قسمی زیادی دخترانی جمهوری ما کوشش میکنند که یا با مدنیستو داخل شوند یا با مد کالج. اما وقتی که داخل دلی آنها را بسیاری حالت آدم اگر فهمد آنها این چیز را نمیخوان بلکه فکر میکنن. یعنی دور اندیشی میکنن با فکری خودشان که آنها آیندهشان همینکتی میسازند. اما در اصل گاه میشود که همان چیز براه به میرین که ادامه نمیدی. شاید در خانه هم همون کارا نکنی. فهمم. خب باشد. هست بازندش دیگر. خب دانشجویان فاکولته زبان‌های شهر مرحمت دلیل. واقعا انتخاب کسب یکچند مرحله ها را در بر میگیرد. وقتی کودک به باغچه بچگانه می رود از او میپرسند که تو در آینده چی میشوی؟ شاید میگوید یگان کسب‌هایی را گوید که خیلی هم میان جامعه فعال است. اکثریت میگویند من رئیس میشوم یا که پرزیدنت میشوم و پس از اون که به مکتب می رود در صنف‌های ابتدایی باز الکی فکری او تغییر می یابد. از او میپرسند که تو چی میشوی؟ میگوید ممکن من دکتر میشوم، سردکتر میشوم یا معلم میشوم. و در صنف بالایی وقت صنف‌های 7-8 میشود در این وقت باز هم میتواند فکری نوجوان دیگر شود و وقتی در صنف‌های 10-11 الکی او رو میپرسی که تو در آینده چی میشوی و آن همان کسبی رو میگوید که در حقیقتا هم میخواهد صاحب همان کسب شود. چون که الکی در طور تو امسال او آموخت و دانست که کدام کسب به درد امروز جامعه میخورد و او از روی شوق، از روی هوس، چونانی که در بالا ذکر کردن، از روی ایدئال خودی که در سیمای همون صاحب همان کسب را دیده است میخواهد او صاحب همان کسب شود. فهمم. تشکر دلیل. نشان باید هست نشه. در ادامه یعنی سخن‌های دلیر ما این رو گفتنی هستم که از حیات خودم هنگامی که در صنف‌های ابتدایی اساساً در صنف‌های 4 بود یا 5 بود می‌خوندم و می‌خواستم که دکتر شوم. اما سال‌ها گذشت و در دل من یعنی ارزش‌ها تغییر یافت و من و هنرمند شدن یعنی به صنعت یعنی روی آوردم گویا که در آینده صنعتکار شدن خواستم. اما رفتم سال‌ها گذشت تو 2 سال 3 سال گذشت من صنف 10 شدم. در دلم یعنی چی که در من در عائله زیبایی به دنیا آمدم یعنی شوقم به معلم شدن و یعنی به آموزگاری بسیار پسند آمد و من باشم یعنی از روی کلاستری 3 یعنی پیشه آموزگاری رو انتخاب کردم. اصلا از بالای انتخابم یعنی مقصدم خواندم، حرکت کردم و همون چیز طریق مرکز تحصیل ملی گذاشتم. اما این چیز رو باید یک چیز رو قید کردن ضرور است که هنگامی مثلا انتخاب کسب دو چیز از نگاه من یعنی نقش مهم رو می‌بازد. یکم یعنی خواهش یعنی ذوقیم و دوم یعنی اقتصادی مثلا از طرف عائله اگر ما به ما یعنی سرپرستی شده نیستد ما مثلا یعنی اسکوت کردن دانش رو یعنی به ما خیلی دشوار است. اما امروز جوانان هستند که مثلا
میگن که من مثلا فلان که من میشم حقوقشناس میشم یا که یوریست یا دیگر اما اونها مثلا حرکت نمیکنن. مثلا من به کلام میشم یا که یوریست میشم گفتن یگان مسئله حل نمیشد، باید خوانند حرکت کنند. فهمم. تشکر. بچه‌ها خب بفایده میشد. مثلا یک همسینفی خودم دوگانه خودم از صمیم قلب میخواست که حقوقشناس یا خود ادوکات شود، اما والدانش او را چنان مجبور کردن که مجبور به همین مد کالج خودم داخل شد و حاضر مثلا ختم کننده است اما هنوزم کسبش را دوست نمیدارد. در اینجا علاقه فضا و همان محیطی که او را احاطه کردن او را نظری او را دیگر کرد، او اجباری یک اختصاصی دیگر را گرفت و هنوزم او را دوست نمیدارد همون کسب انتخاب کردهش را. فهمو. جوانای عزیز یک چیز هست. بید من برای شما سوال در پیروی سخن اینو یک چی گویم. پیشوای هند مهاتما گاندی هم میگوید که آدمی در زندگی نه به اندازه آرزوهایش بلکه به اندازه کوشش و لیاقتی که دارد کامیاب و موفق میگردد. پس ادامه همین منطقه همین گپ ها رستم جان، شما مثلا یک اندازه روزی شده ایستادید که مبلغ هم رول میبازد، اما وقتی که مثلا من دانشم کفایه باشد من مبلغ نمیدهم، طریق مثلا بودجه تحصیل میکنم و حتی استیپندی میگیرم. مثلا هستن خیلی نفرهایی که مثلا زندگیشون رو خودشون حتی دانشجو کشاله میکنن، پس اینجا مثلا مبلغ علاقه ارزشش رو گم میکنن. به این چی میگید شما؟ نه درست، مثلا فکر شما در این بابت درست، اما مثلا من طول 5 سال خوندم، مثلا چیزی که راست است میگم، منم یگان دیرم یا که سمون به دانشگاه پول ندادم، اما مثلا در باره مثلا اویله مثلا خورد و خوراک مثلا حجره کوارتیر پولی میگیم، با این باید پول لازم است برای ما. به این گفته نمیشه. این گویم که این پوشیده نیست که حتما چقدر میشود، حتما که گویم که خرج میشود، خراجات هست، اما وابسته به شرطنامه اش که گفتید من همین گونه سوال گذاری کردم که یعنی هستن نفرانی که طریق بودجه تحصیل میکنن، یعنی دانششون کفایگی میکنند و مثلا گیرنده استیپندی هم هستند. خب تشکر جوانان عزیز. باید فکری خلاصه فکر شما رو با استاد واگذار میکنیم. استاد امروز جوانان ما خیلی فعال هستند و اندیشه ها خیلی گوناگون است. شما کدامی رو دستگیری میکنید و چگونه خلاصه میکنید از فکری جوان ها؟ در بین امروز اشتراکچیان یک چیز گفتن خیلی دشوار است، چون که همه سخنشناسا، روزنامه‌نگاران گپ در سر آن است که سوال شما ماندگی خیلی دامنه‌دار سوال است. برای آنان جواب اشتراکچیان هم خیلی گوناگون شد. از همه دلیر جان وقتی که مفصل از دور در آمد عامل‌هاش زینه به زینه گفتن، من به خاطرم آمد که شاید هر یک از اینها بچگی خود را کمتر از خاطر برآوردند، چون که وقتی که کودک حالا نو راهگردی آغاز میکنند، از همه وقت علاقه از روی ارثیت بعضی کسب و کارها رو پسرها انتخاب میکنن، بعضی کسب و کار رو دخترها انتخاب میکنن. اهمیت دادگی باشتن حتی بازیچه های کودکانه همین کسب و کار آینده رو در نظر دارد. در روای ما در کتاب الفبا شعری من کلان میشوم قهرمان میشوم بود، حاضرم نمیدونم هست یا نیست. همین گویا که بر وطن خود پاسبان میشم، یعنی با پسر جوان علاقه عسکری همچون یک آینده درخشان، نه فقط خدمتی همین 2 ساله حربی، بلکه در آینده عموما افسر شدن بود. همین یک باعث افتخار هم بود برای دخترها. همه دخترها از خوردی هاشون همین پخت و پز، همین بازیچه ها، همین علاقه گویا که میلی کودک به همین کسب و کار میروند و رفته رفته همین تکامل مییابد. البته بعد همین در دوره کودکی، بعد نورسی، جوانی چند مرتبه گفته دلیر جان که دیگر می شود، این عقیده دیگر می شود، نه برای آن که این کودک و نورس و جوان خردمند است، بلکه برای آن که هر یک آن را می سنجد و اگر به ناگاه پدر و مادر محیط اطراف آن را دستگیری کنند، همون سمت که می روند. اگر دستگیری نکنند از بهرش دیگرش میرن. شما اگر خاطرتان باشد، اگر همین گویا که تیز نو کده می ایستند. هوس خیلی کلان است. بعد همین هوس آهسته می رود. آخر وقتی که انا جوان، وقتی همون لحظه انتخاب کردن کسب آمد، انا همین جا برای ما خیلی ضرور است. شما خیلی نقص گفته 2 دفعه درباره همسنفتان با همین طبیات داخل داشته کسب و کار گفتید. ما باید از جهت روحانی روانیت همین شخص رو معین کنیم که با این کسب و کار موافقت میکند یا نه. شما حتی ممکن شنیدگی باشد بعضیان شناسای شما به دانشگاه طب داخل میشوند، لیکن بعد نیم ساله اول مانده میروند، چون که
و نه برای آن که تحصیل کرده نمیتوانند یا کوشش غیرت نمیکنند، بلکه از خون میترسند، از بریدن میترسند. یعنی کاری که باید که دکتر نفهمیده نترسیده تواند. این خصلت شخصی برای همین باید که ما در انتخاب کسب غیر از آن عامل های بسیار گوناگونی که در اینجا اشتراکچیان گفتن، ما باید هم روانشناس رو مصلحتش رو گیریم که با کدام کسب و کار مایل دارد. غیر از این البته ما عامل خواهش پدر و مادر از خاطر نبرار ناندازیم. اکثر وقت پدر و مادران همین مهر و محبت پدر و مادر همین خیلی است که میخواهد که در آن یک کسب و کار آسان‌تر باشد که فرزندش عذاب نکشد. حتی برای هر یکی ما پدر و مادر ما نقص تحصیل کن بهای اعلا که خون که نباشد، کارگر عادی میشی، کوچرو میشی، پرتاب کشان میشی. گفته همین خیلی گفتگی خاطرتان است. بعد وقتی کلام میشه میگوییم که آخه وای کسب و کارم یگان کسب کردنش لازم کو و یگان کاری مثال هر یک کار یک شأن و شرفی با خود خاص دارد. اگر حاضر همون شخصانی که حاضر من دامبر کردم با آنها گوید آنها تحقیر حساب میکنن که این کاری ما برای جمعیت ضرور است، این کار رو اجرا کردن لازم، درست است. لیکن باز ادامه یک خصلت شوق و هوس، شهرت اینجا گفتن یا که پول کار کنی گفتن، این همش همین یک تصوراتی که از تشکل می آمد در دوام همان تا با مرور زمان همین سن سال کلان شدن. چون که من خودم خوشناس که هستم، بعضا دانشجویان میپرسن که استاد نخواد که شما به فاکولته خوشناسی برای معلم شدن تحصیل کرده باشید، هم معلم میشدی که باشید دانشگاه آموزگاری هم رفته تحصیل کنید میشد. من گفتم درست است. من وقتی که تحصیل رو ختم کردم من یک بار معلم نشدم. من در پرکاتور فعالیت کردم، در سود فعالیت داشتم. بعد من بعد تجربه انداختن برای آنکه متخصص برای تیاری شد، بعد به دانشگاه آمدم. از عملیه بعد به نظریه آمدم. اکنون این یک چیزی هست که حقانی بعضی کسب و کارهای مقامات قدرتی یا مقامات حقوقی که گفتیتون و به خصلت هر کس موافقت نمیکنند. برای آنکه تا یک درجه برای در مقامات ها فعالیت کردن جان فدا شدن لازم. حتی من مثلا در ملیسه کار نمیکنند، خدمت میکنند. این گفتن که 24 ساعتی شبانه روز و در خدمت است و استراحت ندارد، تنفس ندارد و باید که دائمی در خدمت باشه. این البته یک طلبات های مخصوص خودش را دارد. بله. خوب استاد تشکر، سلامت باشید. تشکر زیاد. تشکر. من حالا یادم اومد که استاد در سال 2018 کارشناس همین موضوع هم خودتون بودید. از خاطرم برآمده. بله. خودتون بودید استاد. خب من سوال رو برای شما این گونه واگذار میکنم. ادامه منطقی همین سوالی اولین که برای شما واگذار شد. کسب آینده دار گفته شما چرا میفهمید؟ چگونه میفهمید همین گپ چی است کسب آینده دار؟ مثلا همین چیز بیشتر من از زندگی خودم وقتی که مثلا من روزنامه‌نگار رو انتخاب کردن شدم، بیشتری مثلا عائله ما گویم که دیگر مثلا نفرانی که محیط بود مثلا بیشترشون با اون اندیشه بودن که وابسته به از روی این کسب من نمیتونم که زندگیم رو تامین کنم. مثلا قریب که مثلا 90% پیوندهای من برای انتخاب من زید بودن. مثلا من از و همچنین من چندین نفر رو نیز میدونم که مثلا چون استاد گفتن آینده میخواد که فرزندش عذاب نکشد و کسب آینده دار رو انتخاب کنگویان مثلا تلقین میکند یا که حتی مجبور هم میکند. این پشتری است. خب شما چی میفهمید از این مفهوم؟ من بسیار گفتنی نیستم. من گفتنی هستم که کسب آینده دار گفتم من فکری من اون است که آن کسبی که تو از روی ذوق انتخاب میکنی و آن رو دوست میداری و میگم با دلی پر با خواهش خودت کار میکنی، این کسب آینده دار فکر من همین است. تشکر شمشاد. موریدی البته باید تذکر داد که در انتخاب کسب ما باید سراسیمه نشویم و فکر کنیم، دقیقاً فکر کنیم که آیا مثلا کسبی که من انتخاب میکنم به جمعیت یگان منفعت دارد یا نه. البته در ادامه سخن گفتنی هستم که باید کسبی را انتخاب نماییم که اولا به منفعت خود و بعداً به منفعت تمام جامعه باشد، چون امروز در سراسر کشورمان کادرهای بلند اختصاص، صاحب اختصاص بسیار هم ضرور هستند. خب تشکر مخردین جان عزیز. مرحمت. خب
سومن نرگس میتونه هر دوتون حرف بزنید. سومن خب به فکری من کسب آینده دار بودن و نبودنش را این زمان نشان میدهد. مثلا حاضر سالهای رشد سیاحی و هنرهای مردمی شد. البته که هنری چهوری از قدیم الایام و خود را داشت، یعنی نامی خود را داشت، پولی خود را داشت، اما الان باشد همین مثلا چهورهای خانشین هم میتوانند از جای نشستهشان لباسهای را دوزن و پیوسته دوخته الکی آنها نامی چهوری خود را زیاد بلند برداشته الکی صاحب گرند ها شده ایستادند در جامعه. یعنی زمان آن را نشان میدهد. یا اینکه کسب هایی هستند که در یک چند سال پیش آنها در اوج ترقیات بودند اما با مرور زمان آهسته آهسته کاسته گشتند. به همین خاطر به اندیشه من این کسب را آینده دار گفته نمیشه، چون که آینده آن را زمان تنها معین میکند. من در ادامه نادرستی من باشد اما خب این اندیشه شما در ادامه سخن‌های من گفتنی هستم که وقتی ما کسب آینده دار میگوییم این به گویم که منتالیتی ما چنین است که کسب اصلا همه کسب ها وقتی از آینده دار است، یعنی که اگر به معنای آینده دار گیریم آینده دار است از خودی ما وابسته است که ما تا چه اندازه به همون کسب تا به درجه تواناییمان همون کسب رو اجرا میکنیم. لیکن در جامعه ما امروز کسب آینده دار آن کسبی هست که در آینده وقتی که ما همون اختصاص رو تحصیل میکنیم و به خود میگیریم از روی همون دیپلممون کار کرده توانیم، یعنی جای کار باشد، معلمی یعنی که آموزگاری و دکتری اساساً. وقتی که به ما بعضی جوان ها پدر و مادرشان میگویند که کسبی را انتخاب کن که آینده داشته باشد، آنها البته آینده فرزند خود را فکر میکنند و میگویند که دکتر شو، معلم شو، زیرا در طلبات جامعه نسبت به همین کسب ها زیادتر است و کسب آینده دار را این وابسته به طلبات جامعه امروزه ما میفهمیم. فهمم. تشکر. خوب دلیر. به فکر من یگان کسب آینده دار نیست. چرا؟ و کسب را تنها متخصصان میتوانند آینده دار سازند. شما حاضر سوالگزاری چنین بود که باید کسب آینده دار را انتخاب کن. شما وقتی صاحب معلومات هستید، صاحب اختصاص هستید، با یگان کسب یا یگان مشغولیت شغل می‌ورزید. وقتی شما از ته دل از روی کسبتان کار میکنید و از بالای خود کار میکنید و شما آبروی نفوذ آن کسب را بالا میبردارید میانی جمعیت و پس شما میتوانید الکی صاحب کسبید. شما کسب خود را به نسل‌های من بعده میراث گذارید و آن را همچون آینده دار سازید. چنانه که در ما حالا نزد پسیخولوگ رفتن نو رشد کرده ایستاده است. اگر ما با پسیخولوگ‌های مشهور یعنی با پسیخولوگی که در حقیقت هم صاحب کسب خود هستند صحبت کنیم، پس از آن بفهمیم که امروز علم پسیخولوژی در جمهوری ما هم پیش رفته است، در منطقه های ما هم پیش رفته است. با فکر شخصی من همین هست که نه تنها کسب آینده دار می شود، صاحب کسب می تواند کسب خود را آینده دار سازد. فهمم. تشکر دلیر. اندیشه اینا خوب. کمتر من نسبت اندیشه این کس به فکر فرو رفتم. این کس خانه خود را با گویم که جمله به فکر من یگان کس آینده ندارد. کسب آینده ندارد. چرا آینده ندارد کسب؟ شما گفتید که متخصصان میتوانند کسب را آینده ساز. همان متخصصانی که بودند آنها متخصص تولد نشدند، آنها نیز به مثل ما اول کودک بودند سپس جوان شدند، آنها نیز تحصیل کردند. وقتی که آنها همان کسب را انتخاب کردند سر اول آنها متخصص نبودند، به مثل ما یک جوانی عادی یک کارگری عادی بودند. با مرور زمان خیلی آنها زحمت کشیدند، تجربه آموختند و سپس آنها نیز به گویم که وی زینه متخصصی رسیدند. بعد علاوه همین متخصصان بودند که این کسب باقی ماند. همون متخصصان گفتید شما آموختند پس از آن صاحب کسب شده، همون متخصصان بودند که امروز کسب بود ماند تا امروز. و اگر مثلا سر یک دولت یک حاکمی آید که او از عهده اداره کردن دولت نبراید، آن دولت از بین می رود. و سر کسب چرا ما نتوانیم که متخصص باشیم؟ چرا ما کوشش نکنیم که در آینده متخصص شویم؟ من نگفتم که متخصص یک چیز است. دلیل برای اون اندیشه است که آینده دار بودن کسب از متخصصی همون سامون. اگر همون کسب نباشد، اگر همون نفر متخصص نمیشه. همین خیلی
برای ما گفته نمیتونیم که انسان کسب آینده رو میگه که همون کسب هست که و انسان از روی همون کسب کار کرده متخصص میشه. امروز یک چند سویه های نو تشکل کرده شدن کسب، مثلا بلوگری در وقت‌های پیش نبود. امروز موردی میانی جامعه خیلی فعال است این کسب و شما گفتید کسب نباشه چه خیلی اختراع کردن یعنی شبکه اجتماعی را در آن بلوگرها عین حال اینترنت از معلم و از دیگر بعضی صاحب اختصاصات بیشتر معاش میگیرند و در این ساحه خود فعالند آنها. جوانان عزیز و نفری که پول گیرد اگر یعنی کسی که پول زیاد گیرد از روی چیکاری همون کسب حساب میشه. خب نفری که مثال طلبنده است تو پول زیاد میگیرد معاش زیاد میگیرد ار معلمان نباشد و هم کسب است. همین خیلی خیر نه شما از مرا نفهمیدید. شما به همین معنی گفتید که پول زیاد میگیرد یعنی که باید کسب خیلی باشد. طلبنده هم پول زیاد میگیرن از معلمان. کی گفت که طلبنده کسب گفته؟ حاضر شما معنی گفت شما همین است. شما فکر من خطا فهمیدید. فکر من خطا فهمیدید. اون که پول زیاد میگیرد از روی کدام کاری که نباشد وای کسب است. جوانان عزیز کسی شما نگفت که کسی مبلغ زیاد میگیرد شما معنی گپ را نادرست فهمیدید دوستان. کسی که گفت بله شام شد فوی است. من بیاید این خیلی میکنم استاد. ما وقتی صحبت گذاری کردیم من راستی خودم هم نمیدونم که همین پهلوها شده میشد. من دیگر چیز رو در نظر داشتم جوان بحث کردن. ما گفتیم وابسته به کسب آینده دار. شما از همین بحث مثلا به خودتان چه خلاصه کردید استاد؟ من همین خلاصه کردم که همه جهانبینی وسیع دارم. همین خیلی که شاعر غفار میرزا گفته بود که هر یک کلمه 366 پهلو دارد. من فکرم همه پهلوهاش این جوان‌ها میدونن. برای من هر یک تاشون عقیده موقع گوناگون دارم و برای اینها یک حتی چه محک عمومی یافتن هم خیلی دشوار است. وقتی که سوال رو شما اول موندید کسب آینده دار گفته برای خودتان شما نظم تصور میکنید که شما کدام آینده رو در نظر دارید و فهمیشه من آن کسبی که استوار است و در جامعه دائمی استوار باعث طلبات می شود. مقصد همین بود فکری من. بله. اگر همین خیلی باشد اگر باید که هر یک شخص همین دورنمای انکشاف جامعه رو مقرر کرده تواند تا چی درجه به کدام سمت جامعه رفته ایستاده است و کدام کسب و کارها بیشتر صاحب طلبات میشن کدام کسب و کارها رو آیسته آیسته از بین میبرم. اکنون همین رو ما باید نقض دانیم. شما از بس که فیلولوژی و شرق شناسی و روزنامه هم متن نقض میدادم حسن عرابکشی میرزا طروسی‌زاده وقتی که راننده автомашین و حسن عرابکش بین نو و کهنه بود. بله. همون عرابکش همچون کسب تمام شد وقتی که автомашین پیدا شد. یعنی همین خیلی تقاضا کردیم. من البته باز دیگر خیلی هم میگفتم آینده دار گفته باید که همین شخص وقتی که تحصیل میکند مهنت میکند کسب و کار را میآموزد و باید داند که استوار تا آخر عمرش از پس این کسب و کارش نان خورده میتواند. من دلیر جان را سخت چی و در نگریتان برای آنکه هر یک کس کار میکند به مضمونی که معاش گیرد. اگر بناگاه یکان کس گوید که من همین خیل کار میکنم برای من معاش لازم نیست باور نکنید و دروغ میگوید. اما استاد به اندیشه اونه که تو از پی پول ندف وقتی که تو متخصص شدی پول از پی تو میدواد شما چی میگید؟ این درست است. وقتی که همین متخصص میگوییم که متخصصی ساحه خودش یا پروفسور گویید همین پروفسوری ساحه خودش همین یک آدمی عادی کسب و کار عادی یک همسایه من هست نهال پیوند میکند. حاضر اولی بهار که است وقتی نهال پیوند کنی و باور نمیکنید هر سحر پس دروازه و آدم ها رفته نوبت میایستند. بعد من گفتم که این پیوند چی بسیار است چی باید؟ بعد گفت دست این آدم سبز است. هم پیوند که کرد حتما پیوندش موفق میشود. دیگه چندین نفرهای دیگر رو ما سنجیدیم نمیشود. دیدید همون آوازه رستم از خود رستم بهتر است برین خودی همین گویا که
در باره در جامعه همین که تصور شده است. بعد من گفتم که منم یکم بار خدمتک استفاده برم. بعد وای شیخ گفت که استاد شما همین خودتون پیامند کنید از آن شما سال، چون که همین قدر سال شما همین قدر جوانان رو تربیت میکنید، شما هم پیامندگری نسل ها هستید. خیلی یک خوشگپی کرد. البته دیگه من میگم هر یک کس اگر کسب و کار از تحت دل اگر کوشش کند، نغز یاد گیرد، متخصص میشد و همون صاحب آینده کسب میشد. فهم استاد، تشکر، سلامت باشید. تشکر زیاد. بینندگان عزیز ما رو ترک نسازید، ما پس از بخش تجارتی رکلام برمیگردیم. بینندگان عزیز شما برنامه روبرو رو شاهد هستید. ما وابسته به موضوع انتخاب کسب، انتخاب آینده یا خود جوانان از روی کدام معیار کسب انتخاب میکنند بحث کرده ایم. ادامه این موضوع است. خب موردین کوتاه خواهش میکنم. در جامعه امروزه جوانان بسیار کوشش به خرج می‌دهند که کسبی که در عین زمان طلبگار هستند، مثلا هوانوردی به اصطلاح لیاچک یا در مقامات حفظ حقوق که برای مثلا به دست آوردن مبلغ زیاد شوق و هوس میکنند. البته انتخاب کسبی آینده دار از روی مبلغ نیست. مثلا من کسب آموزگاری رو پیشه کردم. برای چی؟ شاید با این انتخاب کسبم من میلیونر نشم، اما همین گونه هوانوردها یا همین گونه بیزنسمن ها یا مقامات حفظ حقوق که کار میکنند، آنها را تربیت کرده صاحب آنها را میلیونر میکنم و خدا نصیب دیده باشد صاحب آبرو و اعتبار شده. تشکر، سلامت باشید. خب جوان عزیز، ما در بابا قید کردیم، گفته بودیم که اینجا در آغازی بحث همه شما ذوق گفتید، هم با یک صدا عامل را ذوق گفتید. یکی از عامل‌های اساسی ترین هست که ذوق، اگر ذوق نباشد چی میشد؟ خب اینجا استاد گفتن که ذوق رو البته که تربیت میکنن. خب سوال مطرح این است که محیط تکامل یا پیدایش ذوق در کسب آموزی کجا باشد؟ محفل، خانه، نزد استاد، مکتب یا چیزی دیگر؟ البته از دوره خردی به ما دو عامل اساسا تاثیر میرساند. وقتی که من خرد بودم میخواستم مثل پدرم در ساحه نقلیات کار کنم و این البته تقلید کاری بود. وقتی که من به وای رسیدم ملکه دیگر کسب را میخواستم انتخاب نمایم و یعنی محیط شما با شما تاثیر نکرد؟ تاثیر نمیکند. فهمو. شمشاد شما چی میگید؟ خب تاثیر کردنی که پیدا شدن ذوق نسبت اون کسب در بعضی دولت ها از همون بخچه گیم آغاز میکنند. نفری که به چی شوق دارد از همون علاقه گیم به همون ساحه جدا کردگی. بله، روانشناسا معین میکنن. و من این دیروز یک مقاله خواندم اوید همین انتخاب کسب در روزنامه جوانان. در آنجا اوید پیدا کردن ذوق اصلا در همین جمهوری ما در مکتب که ابراز داشته که و گفته که من فنی تعلیم مهنت گیم طبق معلوماتی که در آنجا ابراز داشته بود، یکی از گیم فونکسیون‌هاش یا یکی از وظیفه‌هاش بیدار کردن شوق جوانان نسبت کسب و هنر و اون چیزی که هست. و من فکر میکنم که نقطه نهایی مثال گیم وقتی که انسان انتخاب میکنه صنف 10 11 همون انا شد وقت فرصتی میرسد که ما باید کسب رو انتخاب کنیم، آینده رو انتخاب کنیم. و فکر میکنم که باید ستون اساسی از همون مکتب باشد، اون چی درسایی که هست تعلیم. فهمو. تشکر شمشاد. این اندیشه شما نرگس. به فکر من عامل بود. بله. عامل انتخابی کسب به فکر من محیط است، زیرا ما در کدام محیطی که تربیت یافتیم همان کسب‌هایی را که ما می‌بینیم و اطلاع پیدا می‌کنیم و می‌شناسیم همان کسب‌ها رو انتخاب می‌کنیم. شاید ما اگر در شرق نه، مثلا در اروپا یا در امریکا زندگی کنیم، ما همان کسب‌هایی را انتخاب می‌کردیم که ما در محیط آنجا می‌بینیم و به همان درباره همان کسب‌ها اطلاع پیدا می‌کنیم. و عامل اساسی همین محیط است. ما در همین محیط زندگی کرده ایستادیم، همان کسب‌هایی رو می‌بینیم که در همین محیط در جامعه اساساً همان کسب‌ها رشد کردگی هستند. فهمو. اما سوال مطرح اینجا این است که محیطی کدام در همون مثلا وقتی که جامعه خب بگذار باشه جامعه رستم جان باشه. با عقیده دوستان من هم شریک هستم، ولی من باید یک چیز را گویم که با بیدار کردن شوق و رغبت ما محیط ما این سهم گذار باشند. چون
محیطی که دوستان ما در گرد ما هستند آن دوستای ما چی رو انتخاب میکنند. چون من خود شاهد آن هستم که 1 سال من در کلاس در کالج تربیت جسمانی تحصیل کردم، ولی در دوره مکتب خانه به تاریخ شوق و رغبت داشتم، ولی با سبب های گوناگون به تربیت جسمانی در آمدم و میخواستم که باز به تاریخ خود امتحان سپارم و به تاریخ خود تحصیل کنم. ولی دوستان من که در فاکولته فیلولوژی تحصیل میکردن هر گاهی که زنگ میزدم از فیلولوژی اینقدر سخن میکردن، اینقدر صحبت میکردیم، تعریف میکردن، مرا همین خیلی وادار کردن به یک حالت وادار کردن که من از تربیت جسمانی را ترک کنم و از بحر تاریخ حقوق هم گذارم و به فیلولوژی گذارم. چون من فیلولوژی آمدم، من بر آن عقیده هم که حاضر دوستای ما این یکی از بهترین شوق و ذوق ما رو بیدار کردن و من خود از این کسب انتخاب کرده خود راضی هستم. چون چقدر این دستاوردهایی هست در فیلولوژی. خب اگر مثلا دیگر دوستانتون که مثلا دیگر سمت رو انتخاب کردن شوقتون رو بیدار کنن میتونید که نمیتونم، چون فیلولوژی بر عمق من نشست و چون در فیلولوژی من آن چیزی که میگفتم و میجوستم در فکر خود در خیالاتم بود آنچه را در فیلولوژی پیدا کردم. فهمم. تشکر دوستان جان. سپاس. خوب اینجانید مرحمت نشان باید. به فکر عقیده من برای بیدار کردن ذوق برای انتخاب کسب 3 یعنی عامل سبب شده میتونه. این شاید خطا باشد اما از نظر من چون است یکم عامل این یعنی محیط یعنی گفتم که دوستانی که مثلا همون دوستان اساسا. دویمش این که اویله مثلا میگید که اگر پدر و مادر اگر معلم باشن یا که دکتر باشن یا که دیگر یگان نمودی کسب رو انتخاب کرده باشن این چیزا سبب میشه. سیوم عامل این است که مثلا شما همین صاحبان همین کسب رو میبینید و یعنی به خود یک شوق پیدا میشد که مثلا وانه منم میخوام مثل همین نفر مثلا یا که آموزگار باشم یا که دکتر باشم یا که صنعتکار باشم و هوکزو. یعنی به نگاه من 3 عامل برای پیدا کردن شوق یعنی برای انتخاب کسب ضرور شده میتونه. فهمو دلیر. امروز یکچند عامل هایی که در اینجا نوبر کردند یک طرفی مسئله بود و گفتند اساساً برای بیدار کردن ذوق برای انتخاب کسب عامل های محیط عائله، محیط اطراف یعنی اینها میتواند یعنی سبب شود. به فکر من آن شخصانی که میخواهند قالب شکن زندگی باشند و میخواهند که از زندگیشان به مثل زندگی پیشینه نباشند، آنها برای بیدار کردن ذوق میتوانند جهان بینی خود را استفاده برند. در یک مثال میاریم، در یک قشلاق 1 نفر یا 2 نفر پیدا میشوند که صاحب همان کسب میشوند که در همان قشلاقشان یا در همان اولادشان کسی صاحب آن کسب نبود و آنهایی که میتوانند از طریق شبکه‌های اینترنتی یا که از طریق کتاب‌های بدیعی به خود آن ذوق را تربیت میکنند و میخواهند که صاحب همان قهرمان‌ها مثل همان قهرمان‌ها شوند. اینها یعنی گفتیم قالب شکن زندگی هستند که توانستند برآیند از همان محیط و امروز به ما رسم شده است در اکثر عائله ها یا که در اکثر قشلاق ها در یک عائله مثلا وقتی انتخابی کسب رسیده است میخواهد تنها مثل پدر یا مادرش باشد. فهمم. تشکر دلیر. خوب این جانب پروینه سومن چی گفتنی دارید؟ من با پروینه میخوام سوال بگذارم که هنگام انتخاب پروینه برای شما والدین میگفتن که روزنامه‌نگار شوی یا خودت انتخاب کردید چگونه بود؟ مثلا محیط از محیط شما به حرف میزنیم که چگونه بود؟ مثلا با این عامل من وقتی که کودک بودم میخواستم به همون اینو در بالا که ذکر کرده بودند یا چیک شدن میخواهند یا که استیاردس شدن میخواهند همین کسب رو به خود گذاشته بودم که در اول با عوضی پول شدن یا با عوضی شهرت پیدا کردن به همین خاطر بود و بعداً وقتی که در درس‌هایی که معلمه رهبر صنفی ما که در درس‌های ساعتی تربیوی با چنین و کسب آموزی و با همه فکر و عقیده که ما رو فهمیدن میخواستن در آینده با کدام کسب و کار رو انتخاب کردن میخواستیم به همون موضوع میدادن و بعدا وقتی که من در صنف دهم میخواستم فکر و اندیشه من نسبت به این کسب دیگرگون گشت. من خواستم که کسب ژورنالیستی رو انتخاب نمایم زیرا که وقتی که از طریق تلویزیون و رادیو برنامه هایی که از طرف برندگان یا راویانی که در آنجا
бурда мешуданд ба худ ҳавас пайдо кардам ва хостам ки ин касбро интихоб кунам, зеро ки ҳар як шахс метавонад бо ин касби худ ояндаи худро сохта тонад ва ман ба ин касби интихоб кардаи худ розӣ ҳастед. Ташаккур. Шуморо муҳит, боз ҳам муҳит. Хуб, ташаккур. Муҳридӣ? ина гуфтан мехостам ки албатта аз ҳамин давраи хурдӣ 50% кӯдакон орзу мекарданд ки лётчик шаванд. Албатта ҳатто модарҳо ин чизи дигар аст ки масалан ҳар рӯз як масалан хоҳиш пайдо мешавад. Ин чизи як чиз ногуфтамон ки ҳамаи омилҳо номбар шуданд, аммо маҳфил инҷо ногуфтамон. маҳфил албатта роли асосӣ мебозад, барое ки ман низ дар интихоби касбам маҳфил сабаб шуда буд. масалан ҳар маҳфилҳои китобхонӣ мешуд, маҳфилҳои шеърхонӣ мешуд ва ҳар радио масалан кушода шуда буд дар ҳамон солҳо ки ҳавас мекардам мисли ҳамин ровиён бошам, сухандон бошам, нуктасанҷ бошам. фаҳмо маҳфил. Хуб, Фараноз тақвият медеҳед. тақвият бештар андеша ин касро ҳангоме ки дар анамон муҳите ки оилае ки мо ба воя мерасем анамон касбе нест ки дар ҳамон оилаи мо касбе ки мо интихоб кардаем нест, ягон нафар нест ё дар анамон маҳалли зист. барои анамин тақвият бахшидан анамин омили хона ҳеҷ вақт роли муҳимро намебозад. бештар анамин маҳфил ё худ дар назди устодон мегузарад. дар маҳфилҳо бештар мо анамин вақте ки суханронӣ мекунем мо ин ҷаҳонбинии мо васеъ мешавад. албатта ки маҳфил роли асосиро мебозад дар он ҳолате ки қолабшиканӣ мекунем. аз он ҳол ва касбе ки волидайни мо ҳастанд, касбе ки мо интихоб мекунем дар волидайни мо нест, мо мехоҳем ки берун бароем, як чизи навро омӯзем. дар ин ҳолат албатта маҳфил ё худ дар назди устод будан барои мо кӯмаки зиёд мерасонад. ман дар идомаи суханим касе як чиз норозӣ ҳастам. росташ масалан гуфтанд ки оила онқадар вай намекунад, дахл надорад. баръакс бисёр ҳолат оила дахлдор шуда метавонад. масалан вақте ки як оила зиёӣ бошад, муаллим бошад ё дар роҳи илм пешрафта бошад, ҳеҷ вақт намегузарад ки фарзандаш ё духтараш масалан артист шавад ё ҳофиз шавад. масалан ин бисёр таъсири калон дорад. ва дуюмаш ин ки муҳит воқеан ба мо фазо месозад ки мо ба ҳамон касб интихоб намоем, роҳи худро идома диҳем. ва пеш аз ҳама ба фикри ман будани завқ ин табиӣ дар ҳама ягон завқ ҳаст, аммо оила бениҳоят саҳми калон дорад. масалан вақте ки ман журналистикаро интихоб кунам, волидони ман ё атрофиёни ман ҳамин касбро наҳзада, яъне ба ман бад кардан гиранд, ман аллакай ҳамон чиз дилсард мешавам. фаҳмо. суман як дақиқа. шумо пешаи шамшо шуморо мешунавем баъдан. шумо пешаи падарро интихоб кардаед. масалан ин интихоби худатон завқатон буд ё ин ки падар ба шумо устод тавсия доданд? не, ин завқи худам буд. падарам ҳатто аз аввал зид ҳам буданд ки ба зан ин душвор аст, аммо бо мурури замон ҳаракат кардам исбот намоям ки зан ҳам аз уҳдаи рӯзноманигорӣ бароварда метавонад. ҳамин ҷо ки масалан муҳити оилавии шумо ки дар ҳамин фазои масалан журналистӣ буд, шумо ҳамин пеш баъдан худашон аллакай фаҳмидану дастгирӣ карданд. хуб шамшод илова ин ки мисол муҳити оила таъсир мерасонад. ман фикр мекунам ин қадар калон нест. ба кадом хотир? мисол дар оилаи мо мисол на омӯзгор аст, на рӯзноманигор аст, на мисол гӯем ман ин чизро интихоб кардам ва баъдан ин ки муҳити оила чӣ хел таъсир месозад. вақте ки дар як хона агар 4 фарзанд бошад, он 4 фарзанд омӯзгор намешавад ё ки мисол 4 фарзанд гӯем сароянда намешавад. ва хонахо як нафар ё ки вақте ки касби падаро ин ки касби модарро интихоб кард, дигар нафарро мисол касбу кори гуногунро интихоб мекунад. таъсир мерасонад, аммо он қадар калон нест. дуруст, манзури ман ин набуд ки масалан агар падар рӯзноманигор бошад 4 фарзанди вай рӯзноманигор мешавад. маънии гапи ман ин буд ки вақте ки агар ҳава ягон касби мутобиқи табъи худашро интихоб кунад, ҳатман падар ё модар мегӯяд не ту хел накун, ё ин ки ҳатто ҷош мебад мегӯяд ки мехоҳӣ бо обрӯи ман бозӣ кунӣ. масалан ҳамин ҳунармандӣ бахусус барои духтар, вақте ки агар гӯяд ки ё актриса мешавам ё ҳунарманд мешаванд, ҳатман агар падару модараш ягон оилаи зиёӣ бошанд, мегӯянд ки не духтарам, масалан дар оилаи мо ин чиз нест, ту ҳам намешавӣ. ин чиз ҳаст. من این واقعیت گفته ایستادم. ممکن کمتر الهه کنم. در اینجا پسرها هم شده میتواند. مثلا اولی ما یام کسی مثلا نگفته است که تو این چیز انتخاب نکن یا که انتخاب کن، نگفته است. مثلا برادری من اگر هنرمندی رو حافظ شدن رو انتخاب میکرد، من از فکری خودم میدونم که اولی من زید میبرم، چون که آنها نمیخوان که یعنی میخوان که یک زیایی شود یا مثل خودشون در سایه علم موفق شد، اما نمیخواستن که وای هنرمند شود. نباید در اینجا درباره انتخاب کسبی گروه اقلیتی آدمو بحث کرد. ما باید
برای انتخاب جوانان امروزه، انتخاب کسب جوانان امروزه باید بحث کنیم. اینجا بحث های سر زده ایستاده است که تنها میتواند یک محیط خرد رو در بر گیرد. چرا در اینجا برای انتخاب کردن کسب کسی نمیگوید که جهانبینی وسیع در اینجا کمک میکند یا که تلویزیون کمک میکند که صاحب کسب شود. کسی چرا نگفت که استعداد میتواند انسان را صاحب کسب کند. در اینجا باید دیگر طرفی عامل ها را به نوبت گیرید. به نوبت دلیل من شما رو فهمیدم. تشکر. استاد شما درست، اما ما معماهایی که صد راهی جوانان شده میتواند این را گفتیم. اگر شما منطقی گپ‌ها شما در اینجا اول سخنی من دیگر بود. وقتی که سلیم اکا سوال دادن گپ ما دیگر سمت ببردیم واقعا، لیکن از اول وقتی که دقت کرده باشید گپی من تماما دیگر بود. فهم سومنگل و تشکر دلیل جان. تشکر. درست جهانبینی باشد میشد، مثلا استعداد باشد میشد، لیکن فضای اولیوی دارد. عائله سهم بزرگ نه همه عائله سهم بزرگ دارد. در بعضی عائله ها هستند که انتخاب کسب از خود انتخاب مثلا صاحب کسب می شود. مثلا در بعضی عائله ها هستند که جوان بر میخیزد میگوید من خودم میخواهم همین کسب را انتخاب کنم. یعنی که در بعضی عائله ها اینا محیط خرد کو. من نگفتم که همه عائله ها در یک محیط کلان تشکیل محیط شما گفته که خود محیط در یک محیط باید در اصل 21 هم باشیم که لیکن نمیمونند. جوان عزیز دلیر شمشاد آخرین نفر نشان بوی رو میشنیم، بعدا من به استاد واگذار میکنم. اندیشش میکنم. من فکر دلیر فکری اون کس رو من جمع کردم. مثلا واقعا هم ممکن که در ایهوتی اولی خود گابزی شدن. این کس هم شاید در اولی خود گابزی شدن. این کس هم به فکر من مثلا هر اولی مثلا یک به خود یک مخصوصیت‌های خود رو دارد. مثلا پدری مادری من مثلا زیوی هستند و مثلا من به ویو تقلید کردن من خواهشی من خیلی به خود خواهش پیدا کردم که من مثلا در آینده آموزگارش هم زیویشم. این همین خیلی است. اولی تاثیر نکرد نشون. اولی تاثیر نکرد برای من. فهمم. یعنی لازم هم نیست تاثیر کنی. هر شخص مثلا در خود یک مقصد و آرزو مثلا در دل اگر پرورد و از تحت دل مثلا حرکت کند در حیات و موفق میشه. فهمم. تشکر نشون بوی جوان عزیز. تشکر استاد. باز هم اندیشه خود خیلی گوناگون، خیلی سرپهلو گویم که یکی میگن که اویله عموما تاثیرش لازم نیست، یکی میگن که خواه نخواه محیط تاثیر میکنه، یکی محیط رو مثلا یکی تلویزیون رو مثلا. خب گویم که خلاصه همین سخن ها به شما. پیش از آنکه به سوال شما جواب گویم من تکلیف میکردم که من بعد در برنامه های آینده از دیگر فاکولته ها هم نماینده گرفت که این سه فاکولته که از شما اینجا نامبر که همه سخنشناسا هستند این بلندگویک تلاش شده استاد است. اگر بناگو به هر یکشون بلندگویی که علایده میشد هیچ کس رو تصور کرده نمیتونم که چقدر اینها رو شما میداشتید. من بسیار خرسند هستم که جهانبینی وسیع دارند، موقعی استوار دارند، اصلا اساسیش با جرأت هستند. فکرشان رو گفته استاد جان. بعضی فکرهایی که از حیاتشان میگن به نظر اول حتی آنها را از جهت اینقدر مثبت نشان هم نمیدهد، لیکن به هر حال گفته ایستادند برای تماشابینان این نمونه عبرت شود. سوال شما البته درباره محیط، به نظر من درباره محیط روانه کردن برای انتخاب کسب نه، محیط برای مساعدت کردن برای انتخاب کسب باید باشد. انا از تماشابینان محترم ما وقتی که شنیده ایستادند حاضر اکثریت جوانان علاخصوص ختم کنندگان مکتب تحصیلات عمومی در همین مرحله بسیار مهم هستند. در دوره کسب انتخاب کنی و حتی در عائله‌ای هستند که پدر و مادر یا فکر و خواهش خودشان رو میگویند یا حتی میگن بچه من نمیدونم شما خیلی خودتان انتخاب کنید. انا همین یک مصلحت گفتنم خیلی درست است، چون که در اول صحبت رستم جان یک اشاره کردن که من محض با تقویت دوستانم همین کسب و کارم حتی دیگر کردم. من حیران شدم چون که واقعا در وقتی که دوره مکتب خانه همین فکر و اندیشه همسنف ها آنها چی موقع دارند چی میگویند خیلی خصلتی حل کننده دارد. حتی جوانان مصلحت کرده همراه به عسکری میرویم یا همراه به یک دانشکده داخل میشیم گفته مصلحت هم میکنه. از این هم زیاد معلم گپش بسیار عجایب. همین بعضی وقت من برای فرزندام یا نبیرهام یکان چیز گفتن خواهم
همین گپی من همش یک طرف، معلمی ما همین خیلی گفتن تمام دیگر طرف. برای نقش معلمی تحصیلات همین عمومی هم خیلی خیلی نظارت است. برای همین هم بعضا همین خیلی می شود که اگر اون مکتب خانه که از روی یک چند فن ها اگر موفق باشد، اگر همه معلمان میخواهند که همون سایه کسب ها رو انتخاب کنند. این هم خیلی مرکب است. تلاش همین خیلی تلاش نجوم بعد یگان تاش انتخاب نکنند، از موبایل هم خیلی میمونند. یعنی من اشاره به آن میکنم که خواه در عائله باشد، خواه در مکتب باشد، خواه در دوستان و رفیقان خویشتباران باشد، آنها باید مساعدت کنند که جوان از روی ذوق خودش انتخاب کند. اگر بناگاه بینند که خطا کرده ایستاده است، ممکن نظرش نادرست است، تصوراتش نادرست در این کسب و کار، ممکن فهمانند، ممکن مسئله گذاری کنند، خوبی و بدش نشان دهند، لیکن هیچ وقت همون ذوقی که شما از اول گفتید همون ذوق رو پخش نکنند، فشار نآورند. چون که در آینده اگر بناگاه یگان کسب و کار انتخاب کنند و اگر به ذوقشان موافق نباشد، اگر از همون راه چپه میگردند، بیفایده میشود. تشکر. بله خوب استاد، خلاصه از شماست. خلاصه موضوع امروزه ما مصلحت دادن در این مسئله خیلی مرکب است. من هر سال یک به ختم کننده ها، به داوطلبان مؤسسات تحصیلات عالی گفتن میخواهم که بعضا در دوره جلب کردن داوطلبان بعضی کمتر دروغ میگویند یا چی ترغیبات بسیار میکنند. من خودم حقوق شناس که هستم، فقط یک چیز را گفتم میخواهم که در شهر خوجند از این مؤسسات تحصیلات عالی بسیار محض دانشگاه حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان، این در سطح تاجیکستان است، خودش مستقل، لیکن در شهر خوجند جایگیر است و موافق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از سال 1993 همگی 4 دانشگاه اختصاص حقوق شناس تیار میکنند و یکی از آن این دانشگاه حقوق است. دیگر دانشگاه ها که ما حقوق شناس تیار میکنیم میگن دیگر تاریخ و حقوق یا حقوق تجارتی یا حقوق صحوی تیار میکنند. بعد که داوطلب داخل میشود بعد میفهمد، حتی وقتی دیپلم گیری بعد میفهمد که وای حقوق شناسی پوره مکمل نبوده است. من برای گفتم میخواهم که وقتی که هم کلاسترها رو انتخاب میکنند با دقت شناس شوند که در آنجا حقانه چه خیلی نوشته با ترغیبات اینقدر داده نشده، خودشان الکی مورد انتخاب کردن و قرار قبول کردن و این مسئله اهمیتی است. و از همه اساسیش وقتی که هم کسب رو انتخاب میکنند، در اینجا بسیار تکلیف های بسیار نقص شد. کسب رو یک حس کنند، خودشان رو تصور کنند همون صاحب کسب و گویند که من همین کار رو میتوانم و با قدم های استوار برای مقصدشان رهسپار شوند. تشکر استاد. سلام علیکم. تشکر، خوش آمدید. تشکر که آمدید. من خاطر رسان میکنم برای بینندگان که این برنامه روبرو بود. در برنامه دانشجویان دانشگاه دولتی خوجند از فاکولته فیلولوژی تاجیک و زبانهای شرق آمدند، بین هم بحث کردند، فکر جوانان را کارشناسی نمودند. پروفسوری دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان، کارشناسی همیشگی ما استاد صمد بالتیف. استاد خوش آمدید. تشکر که آمدید. خب یک نفر میگوید که تو باش آن چیزی که دوست می‌داری با همون کار مشغول شو و یگان روز کار کردن برای تو لازم نمیاد. یعنی اون تو چیزی دوست داشته رو میکنی، تو کار نمیکنی، شغلی رو میکنی که دوست داری. از این لحاظ من فکر میکنم که این اندیشه البته شخصی من هست. حتی کفش دوست هم باشی و موفق باشی، تو میتونی که موفق باشی، مبلغ از قفای تو میاد. هر یک ریسک، هر یک کسب ریسک خود رو دارد و هیچ وقت گرسنه نمیمونید اگر متخصص البته که باشه. ما باز هم اندیشه فکری درست، باز هم گویم که خلاصه درست از جانب خود شما است. بینندگان عزیز، این برنامه روبرو بود، روبرو با شما. تو برنامه دیگر موفق باشید. خداحافظ. تشکر.